الان تو اکسپلور دیدم میگه کدوم کشور رایگانم بگم برو نمیری، بعد اکثرا برگشتن گفتن افغانستان. ریدیم بابا، خداتون هم باشه. اولا بخوای بدی باید ویزا و $100 بدی ویزا بگیری، یه هفته بعد ویزاش بیاد، بعد تازه بتونی یه ماه بمونی تو افغانستان. یعنی چی؟ خدات هم باشه بخوای بری اونجا نه اینترنت فیلتر داره نه چیزی، بهترین ماشینا رو سوار شی، بهترین غذاها رو بخوری، با قیمت مناسب زندگی کنی، مردم اونقدر خفن. بازتون چیه؟ مثلا فکر کنم مثلا اونجا شما اصلا راه میدن خیلی‌ها رو، همون به قول ویزا به این راحتی براتون صادر میشه و همه ایرانیم. این اصلا خیلی این حرکت شخمون این حرف از دهن خیلی‌ها شنیدم. داغون مثلا افغانستان مجانی، هم منتظر باش تا بهت مجانی داد بدن. نه و این داستانم نیست. همه یه چی دوستان افغانستانیم که اکثرا میان ایران به خاطر اینکه برن ترکیه یا برن کانادا یا برن آمریکا. این نیست مقصد اصلیشون، اینجا نیست. اون هم تیفازی نشته باشه. چون ما انسان‌ها اینقدر نسبت به همدیگه نامرد شدیم، همدیگه رو